هر کسی صبح که از خواب پا میشه یه بار بگه اللهم لعن الجبت و الطاغوت. این کتاب آوردم شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، مرحوم علامه تهرانی با تقریض مرحوم آیت الله العظمی سید محمد حسن شیرازی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، جلد 2 صفحه 378. حدیث نقل میکنه از ابو حمزه سومالی. نقل میکنه ابو حمزه سومالی میگه که امام سجاد سلام الله علیه به این فرمود، گوش کنید، من لعن الجبت و الطاغوت لعنتا واحده. هر کسی صبح که پا میشه یه بار بگه اللهم لعن الجبت و الطاغوت. امام سجاد کتب الله له 70,000 حسنه. هر کسی صبح که از خواب پا میشه یه بار بگه اللهم لعن الجبت و الطاغوت. تو قنوت نمازت میتونه بگی، قبل نماز میتونه بگی، تو سجده نمازت بعد از صلوات میتونه بگی، متأ صحیح بگید اللهم لعن الجبت و الطاغوت. هر کسی یه بار بگه خدای منان کتب الله له 70,000 حسنه، 70 میلیون حسنه تو نام عملش مینویسه، و محا عنه 70,000 سیئه، 70 میلیون گناه هم از نام عملش پاک میکنه، و رفع له 70,000 درجه، 70 میلیون درجه هم تو بهش میده. ببین اینقدر تبرع اثر داره. اصلا اول تبرعاست لا اله، بعد تبرعاست. و من امسا یلعنهما لعنتا واحده. شبم شد یه بار گفت اللهم لعن الجبت و الطاغوت، همین خدا بهش میده. میگه امام سجاد سلام الله علیه رحمت خدا رفت، شهید شد، رب به جوار رحمت حق تعالی. رفتم محضر امام باقر، گفتم آقا یه حدیث از بابات شنیدم، اینجور شنیدم. وقتی نقل کردم آقا فرمودن میخوای اضافه هم داره من بگم به؟ گفتم آقا بفرمایید. فرمودن من لعنهما، لعن کنین دوتا را، جبت و طاغوت را، لعنت الواحده فی کل غدات لم یکتب علیه الذنب فی ذلک الیوم. هر کسی صبح که با میشه بگید اللهم لعن الجبت و الطاغوت، خدا اون روز نمیذاره گناه کنه، اگه هم گناه کرد فل پاکش میکنه به خاطر برائت دشمنان. بعد فرمود فمضى ابو جعفر، امام باقر هم شهید شد. رفتم محضر امام صادق سلام الله علیه، گفتم آقا یه همچه حدیثی از بابا و جدد امام سجاد شنیدم. وقتی گفتم فرمودن که الا از اضافه کنم من؟ گفتم بفرمایید. فرمود ابو حمزه یرفع له 1000 درجه ثم قال ان الله واسع کریم.